دوستان عزیز وزن 66 کیلو معرفی گردید در اینجا. Удачи вам, парни! Раунд первый. نماینده از کنج سرخ معرفیگری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سیاوش شریپوف و رقیبی او باشد شفقت قواتوف از وزارت دفاع است. مدافع سیاوش تا جایی که من در مسابقه هایی که با او بودم در جام جهان در رشته سامبو محاربه‌ای برنده جام جهان گردیده بود. همچنین در مسابقه های بین المللی از قبیل جمهوری اسلامی ایران در مسابقه های رسیگی چند مرتبه دیگر بیشتر سیاوش شریپوف برنده مدال طلا گردیده بود. این حال سیاوش ضربه میزند با پای و دست. ببینید و رقیب را شفقت قواتوف نیست که امروز این وزن را معرف کرده است در مقابل یک ورزشکار کسبی. من نمیدونم تا کجا ایستادگی میکند، اما این ورزش است، پیشگویی کردن خیلی مشکل است. سیاوش تجربه خوب دارد، کنج سرخ است، امروز همچنین وظیفه مربیگری را نیز اجرا میکند. چندین شاگردای در مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدند، اما تجربهش غنی است چون که خوب شرکت کرده است در مسابقه های بین المللی و امکانیت خوب دارد. شفقت نیز باید نوبسته است تجربه سیاوش هنرنمایی کند، اما فکر میکنم شفقت در اینجا یک حالت ناگوار است که سیاوش بیشتر امکانیت گرفته است. ببینید سیاوش خیلی برای باقی کردن رقیب و حالت خیلی مرکب، رقیب در اینجا تسلیم گردیدن برای او نزدیکتر است و این امکانیت زیبا را سیاوش میخواهد با حالت باقی کردن استفاده دهد. سر اول پایهای خودش را مستحکم میکند چون که پایها باید مستحکم تر باشد. بله اکنون همون حالت بعد دست میدهد، ضربه میزند از دو کنج و بعدا دست را میگذراند از کنج راست چپ و ببینید باز باید پایهای خودش را مستحکم کند و این حالتی که قبلا انجام داده بود و رقیب در حال خود را پناه میجوید چون که میداند که سیاوش از این امکانیت زیبا استفاده میبرد. سیاوش رو ببینید ضربه از سمت چپ راست، تجربه سیاوش خوب است. بله سلسله ضربه های خیش را روانه میسازد و رقیب نایلاج باید تسلیم گردد در نزد او، وگرنه از شدید ضربه ها بسیار درد دارند برای رقیب و این سیاوش در حال در کرده است. اکنون یک مرتبه کوششی دست گذراندن و نشد، دوباره اکنون میخواهد که باز ضربه زند از دو سمت. بله دست راست ضربه های مستقیمی خیش و بعدا بعد از دست چپ نیست میتواند ضربه زند. بله از سمت چپ ببینید باز پای هم و دست راست و این حالت زیبا است، امکانیت خیلی هم خوب است برای سیاوش. رقیب را در یک حالت ناگوار انداختند از دو سمت راست. ببینید باز ضربه میزند. رقیب تا جای با همه این دردها طاقت کرده نمیخواهد که در حال تسلیم گردد، اما با تسلیم گردیدن نزدیک است. تمام داور اشاره آن دارد که دیگر مربی Держал Сиевуш Шарипов. Управление. Не бьем, забыл позвоночник, пах не бьем. Локтями голову, دوستان عزیز وزن 66 کیلو معرفی گردید در اینجا. Удачи вам, парни! Раунд первый. نماینده از کنج سرخ معرفیگری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سیاوش شریپوف و رقیبی او باشد شفقت قواتوف از وزارت دفاع است. مدافع سیاوش تا جایی که من در مسابقه هایی که با او بودم در جام جهان در رشته سامبو محاربه‌ای برنده جام جهان گردیده بود. همچنین در مسابقه های بین المللی از قبیل جمهوری اسلامی ایران در مسابقه های رسیگی چند مرتبه دیگر
بیشتر سیاوش شریپوف برنده مدال طلا گردیده بود. این حال سیاوش ضربه میزند با پای و دست. ببینید و رقیب رو شفقت قواتوف نیست که امروز این وزن رو معرف کرده است در مقابل یک ورزش می کند، اما فکر میکنم شفقت در اینجا یک حالت ناگوار است که سیاوش بیشتر امکانیت گرفته است. ببینید سیاوش خیلی برای باقی کردن رقیب و حالت خیلی مرکب، رقیب در اینجا تسلیم گردیدن برای او نزدیکتر است و این امکانیت زیبا را سیاوش میخواهد با حالت باقی کردن استفاده دهد. سر اول پایهای خیش را مستحکم میکند چون که پایها باید مستحکم تر باشد. بله اکنون همون حالت بعد دست میدهد، ضربه میزند از دو کنج و بعدا دست را میگذراند از کنج راست چپ و ببینید باز باید پایهای خیش را مستحکم کند و این حالتی که قبلا ورزشکار کسبی من نمیدونم تا کجا استفادهگری میکند، اما این ورزش است پیشگویی کردن خیلی مشکل است. سیاوش تجربه خوب دارد، کنج سرخ است، امروز همچنین وظیفه مربیگری را نیز اجرا میکند. چندین شاگردای در مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدند اما تجربهش غنی است چون که خوب شرکت کرده است در مسابقه های بین المللی و امکانیت خوب دارد. شفقت نیز باید نوبسته است تجربه سیاوش هنر انجام داده بود و رقیب در حال خود را پناه میجوید چون که میداند که سیاوش از این امکانیت زیبا استفاده میبرد. سیاوش رو ببینید ضربه از سمت چپ راست، تجربه سیاوش خوب است. بله سلسله ضربه های خیش را روانه میسازد و رقیب نایلوچ باید تسلیم گردد در نزد او وگرنه از شدید ضربه ها بسیار درد دارند برای رقیب و این از سیاوش در حال در کرده است. اکنون یک مرتبه کوششی دست گذراندن و نشد، دوباره اکنون میخواهد که باز ضربه